به قول حافظ اشک خونین بنمودم به طبیبان، گفتند درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد. میگفتن وقتی دل آدم خون میشه اشک آدم خونین میشه، یعنی فکر میکنن سرچشمه در حقیقت ریختن اشک دله. در قدیم برای دل یه جغرافیای فرضی داشتن که خیلی اتفاقات درش میافتاد. در کتاب مرصاد العباد میگه وقتی خدا کالبد آدم رو از گل آفرید، گوشه گذاشته بود زیر آفتاب که خشک بشه، شیطان میاد و یه دستی میزنه به کالبد آدم، وارد کالبد آدم میشه. وقتی وارد معدهش میشه میبینه بله یه جای فراخ و بزرگیه، میگه این جاییست که باید پر بکنه و من از اینجا میتونم فریبش بدم. همینجوری تو روده ها میچرخه و میگرده و میرسه به دل، میبینه یک بارگاه عظیمیه و کلی نگهبان داره و میگه اوه این از اون جاهاست که به سختی میشه واردش شد و اگر ضربه‌ای قراره بخورم از این دل قراره بخورم.